سلام به دوستان عزیز. تا بار شده یه فایل اکسل داشته باشید که انقدر بزرگ و شلوغ شده که پیدا کردن هر چیزی داخلش تقریبا محال شده باشه، یا اینکه مجبور باشید همیشه داده های تکراری رو داخلش کپی پیست کنید؟ من بهتون قول میدم بعد از دیدن این ویدیو یک راه حل فوق العاده رو خواهید شناخت. برنامه اکسس یا مایکروسافت اکسس از سری برنامه‌های مایکروسافت آفیس یک نرم افزار برای ساخت و مدیریت پایگاه داده یا دیتابیسه. اگه بخوام به زبون ساده بهتون میگم، اکسس مثل یک مدیر بسیار منظم میمونه که میاد و به داده های شلوغ شما نظم میده و از حالت به هم ریختگی اونا رو در میاره و ارتباط منطقی بین اونها ایجاد میکنه. خب حالا یه سوالی پیش میاد که میپرسین حتما پس ما چه زمانی باید از اکسل استفاده کنیم و چه زمانی از اکسس؟ بذارید اول اینو بهتون توضیح بدم. ببین دوستان، برنامه اکسل یک برنامه آماریه. حالا دوستانی که توی این کار سر رشته دارن حتما میدونن برنامه، اگر اشتباه نکنم SPSS، یه برنامه آماریه دقیقا مثل اکسل سلولیه و شما میتونید محاسبات در هر سلول انجام بدید. ولی همونجور که بهتون گفتم اکسل یک برنامه آماریه و شما میتونید نمودارهای خیلی جالبی مثلا توی داده‌هاتون ایجاد کنید. ولی اگه بخواید به عنوان یک پایگاه داده ازش استفاده کنید، ببینید اکسل اول که خب محدودیت داره. فکر کنم شما مثلا از 1200 رکورد بیشتر نمیتونید ایجاد کنید، یا نمیدونم 120,000 تاست، یه همچین محدودیتی داره. ولی اکسس هیچ محدودیتی نداره. پایگاه دادهش دقیقا مثل SQL میمونه. حالا درسته SQL برای بیگ دیتا ها استفاده میشه، ولی شما میتونید برای مثلا کارهای خونگی خودتون میخواین سر و سامان داشته، یا مثلا میخواین یه شرکت دارین که میخواین دخل و خرج، درآمد، مواد مصرفی، حقوق، دستمزد، همه اینا رو میتونید توش ثبت کنید، بایگانی داشته باشید، ارتباط منطقی ایجاد کنید و همچنین مثل اکسل ازش نمودار بگیرین و حتی شما میتونید در نمودارهای اکسس محاسباتی قرار بدین که خودش بیاد دیتا رو محاسبه کنه و طبق محاسبه شما یه نمودار نشون بده. در کنار این شما میتونید برنامه نویسی هم داشته باشید داخل برنامه اکسس. درسته توی اکسل هم شما میتونید تو فضای VBA کد نویسی داشته باشید، ولی اول اینکه توی فضای اکسس شما محدودیت خاصی ندارید توی برنامه نویسی، و دومش این که ساخت فرم خیلی راحت تر از اکسله. در ثانی توی فایل های اکسل اگر شما حجم فایلتون این مقدار بالا باشه، مثلا شما یه فایلی دارید 500 مگ حجمشه، خود این فایل رو وقتی که اجرا میکنید کلی طول میکشه لود کنه، بعضی وقتا رم سیستم جواب نمیده یا اصلا خود فایل مشکل پیدا میکنه، کل این دیتا بالا نمیاد که دیگه اون موقع نمیدونم حالا براتون پیش اومده خیلی حس بدی داره. ولی تو برنامه اکسس اصلا همچین چیزی وجود نداره. شما خیلی راحت میتونید دیتایی که ایجاد کنید با میلیون ها رکورد بدون کوچکترین سختی اجرا کنه، بدون کوچکترین باگی کار کنه، منتها با روشی که من بهتون توضیح میدم. چون ببینید توی خود برنامه اکسس حتی ایجاد جدول، حتی ایجاد یه دیتا یه سری توضیحاتی داره که باید طبق اون پیش بری، حجم فایلت زیاد نشه و دیتای مورد نظرت رو جا بده. اگه بخوام به عبارت ساده تر براتون توضیح بدم، بگم از اکسل استفاده کن وقتی با اعداد و محاسبات سر کار داری، مثل بودجه های مالی، وقتی داده هات ساده و لیستی هستن، وقتی نیاز به رسم نمودارهای پیچیده داری. ولی سراغ
اکسس برو. وقتی با حجم زیادی از داده سر کار داری، داده های تکراری داری مثل اطلاعات مشتری که بارها و بارها فاکتور براشون صادر میشه، وقتی نیاز داری چند تا جدول رو با هم مرتبط کنی، مثلا جدول مشتریات، جدول محصولات، جدول سفارشاتت، وقتی میخوای فرم های زیبا برای ورود اطلاعاتت استفاده کنی و گزارش های حرفه‌ای چاپ کنی، باید از اکسس استفاده کنی.